توی روز سرد زمستونی دوم بهمن 1361 توی شهر تهران به دنیا آمدم. من بین میشه گفت بلندترین جنگ دنیا بین دو تا کشور، ایران و عراق، در اون زمان متولد شدم. وقتی 1 سال و نیمم بود، وقتی آژیر به صدا در اومد، وقتی آژیر حمله هوایی توی تهران به صدا در اومد، من، مادرم و پدرم با هم دیگه از طبقه دوم خونه میخواستیم بریم به زیر زمین. بین طبقه اول و دوم یهو همه شیشه ها به خاطر موج انفجار ترکید. یه موشک نزدیک خونه ما خورد و من به مدت 1 سال نتونستم صحبت کنم. این اولین تجربه PTSD من توی زندگیم بود. روزم خیلی وقتا از اون اتفاق دارم رنج میبرم. روزی پدرم اومد توی خونه و یادم میاد که 15 یا 16 سالم بود. به هم گفتش که کار میخوای بری سر کار؟ و من گفتم آره. و گفت خب بیا بریم. ما فردا صبح رفتیم و من کارم رو در تاریک خونه توی دارک روم با انلارجر شروع کردم. قبل از اینکه اصلا عکاسی بکنم شروع کردم به چاپ عکس و اوایل چاپای سیاه‌سفید سایز کوچیک رو میزدم. کم کم یک کمی که به قول خودش حرفه‌ای تر شدم، شروع کردم به چاپای بزرگتر زدن و چاپای رنگی و خب این خیلی توی مسیری که من شروع کردم تأثیر داشت. یعنی اصلا این اتفاق باعث شد که من عکاسی رو به شکل یک حرفه، به شکل یک شغل، به شکل یک چیزی که در زندگیم در آیندم قراره ادامش بدم ببینم. همیشه این سوال برام مطرح بوده که خودم رو چطور تعریف کنم، یا بهتر بگم کی هستم، من کی هستم. یکی از مهمترین خصوصیات خاورمیانه، یا بهتره بگم عکاسی خبری تو خاورمیانه، اینه که همه چیز در یک لحظه میتونه تبدیل به یک بحران بزرگ بشه. یعنی کوچکترین جرقه ها میتونه تبدیل به یک انفجار بزرگ بشه وقتی از خونه برای پوشش، حالا یه اتفاقی مثل معترضان توی خیابون یا جنبش‌های اجتماعی یا هر اتفاق دیگه‌ای که میای بیرون، فکر میکنم بالای 80% احتمال اینکه بر نگردی هستش. یعنی اتفاقاتی که توی خیابون میفته همیشه میتونه که از کنترل خارج بشه. همیشه اولین هدفی هستید که وسط پلیس یا نیروهای امنیتی دستگیر میشه، از منطقه خارج میشه. شما حتی نمیتونید سطح خشونتی رو که اتفاق میفته تصور کنید. به صورت خیلی جدی، من بعد از جنبش دانشجویی کوی دانشگاه، اتفاق خیلی جدی که افتاد اعتراض جنبش سبز بود توی ایران و یادمه وقتی تو اون روزا داشتم عکاسی میکردم، فقط به خودم میگفتم که فقط دلم میخواد یه بار دیگه مامانم رو ببینم. من به شخصه همیشه در مورد خاورمیانه یه جمله میگم که خاورمیانه سرزمین خون و عشقه. میدونی وقتی خاطراتم رو به عنوان عکاس خبری مرور میکنم، وقتی همه اون چیزهایی رو که برام به عنوان عکاس خبری اتفاق افتاده مرور میکنم، بوی عکاسی خبری برای من مثل بوی گاز اشکاوره، مثل اون لحظه‌ای که اولین بار گاز اشکاور رو احساس میکنی، از داخل داری میسوزی و چشمات شروع میکنه به اشک اومدن و چیزی رو نمیبینی، احساس خفگی میکنی و فقط میخوای سریع از اون منطقه خارج بشی. چون حالا برخلاف اینجا که عکاسای خبری میتونن از ماسک استفاده کنن، از جلیقه‌های حفاظتی استفاده کنن، از عینک استفاده کنن، از کلاه حفاظتی استفاده کنن، با هر کدوم از این المان‌های اضافه که شما استفاده میکنید در خاورمیانه تبدیل به اولین هدف مشروع یا غیر مشروع برای پلیس میشید، برای سرکوب. و شما اولین چیزی که باید یاد بگیرید اینه که چجوری گم بشید توی جمعیت، چجوری خودتو مخفی کنی و این خیلی تفاوت بزرگیه. شما برای پوشش یک اعتراض توی خیابون میتونید تبدیل به ابزاری باشید در خدمت حکومت
یا اتفاقاتی رو ثبت کنید برای مردم، برای جامعه، برای آینده، برای به عنوان یه ناظر بی‌طرف حتی میتونید اتفاقات رو ثبت کنید و این همیشه شما رو در معرض این قرار میده که تو باید انتخاب کنی و این انتخاب خیلی انتخاب شفافیه، خیلی انتخاب اخلاقیه که اتفاق میفته و به قولی گفتنی سمت مردم بایستید و این یکی از سخت ترین کارا توی عکاسی خبری توی کشورهای غیر دموکراتیکه. این اتفاق توی جامعه ایران خیلی به صورت پررنگ بعد از وقایع خونین آبان 98 افتاد و بعد از اون سقوط هواپیمای اوکراینی که تأثیر بسیار زیادی در جامعه ایران گذاشت و جامعه ایران بعد از آبان خونین 98 و سقوط هواپیمای اوکراینی کاملا به دو قسمت تقسیم شد. فاصله بین حاکمیت و مردم تبدیل شد که به یک دره بسیار عمیق. یه چیزی رو مردم توی ایران میگفتن که فاصله بین ما و شما دریای خونه. واقعا همیشه عاشق این بودم که توی خیابون باشم، ثبت کنم، بگیرم، عکاسی کنم، ولی انقدر سطح خطر و ریسک بالا رفته بود که اصلا نمیتونم در موردش صحبت کنم. بعد از هر جنبش اجتماعی در ایران یک تعدادی عکاس خبری، روزنامه نگار مجبور به ترک ایران میشدن، حالا یا بعد از زندان یا قبل از اون. میدونید ما دو مدل قتل داریم، یک قتلی که به صورت مستقیم توسط یک آدم دیگه ای انجام میشه و یه مدل قتل دیگه ای داریم که شما رو در شرایطی قرار میدن که شما ناخواسته به سمت یک خودویرانگری عظیم میرید. یعنی در نهایت این خودتونید که کار خودتون رو تموم میکنید. چرا؟ چون اگر میخوای واقعا به یک انسان آسیب برسونی، یک انسان رو از بین ببری، واقعا کاری رو که دوست داره انجام بده رو نذار انجام بده. اون حرفه‌ای که داره، اون شغلی که داره، اون عشق و علاقه‌ای که به کاری که داره رو نذار انجام بده و اون خواه ناخواه به سمت این میره که خودش رو حذف کنه. من به چشم خودم دیدم که همکارام چجوری وقتی اجازه کار کردن نداشتن چطور فرسوده شدن، چطور از بین رفتن. بعد از ماجرای مهسا من دیگه نه توان کار کردن داشتم، نه اجازه کار کردن داشتم، نه انگیزه کار کردن داشتم و باید یک تصمیم میگرفتم. من یک شبی در آذر ماه 2022 یا دسامبر 2022 تقریبا توی یک روز همه لوازممو جمع کردم و از کشور خارج شدم و من شب توی فرودگاه از مادرم خداحافظی کردم و 24 ساعت بعد جایی بودم که هیچ برداشتی نسبت بهش نداشتم دیگه. نه خانواده‌ای داشتم، نه دوستی داشتم، نه همکاری داشتم، نه شغلی داشتم، نه هویتی داشتم، هیچ کس نبودم. حتی برای خودم غریبه بودم. من الان دقیقاً تو نقطه‌ای وایسادم که جواب اون سوالی رو که همیشه از خودم داشتم و دارم که من کیم. الان دقیقاً میدونم کیم. من یک عکاس خبریم، همیشه یک عکاس خبری بودم و همیشه هم یک عکاس خبری میمونم. ولی مسئله بزرگ اینه که من نه تو کشور خودم میتونم کار کنم، نه در حال حاضر اینجا خیلی اجازه کار به اون صورت دارم، چون در نهایت یه غریبم. چه خبر؟ سلامتی. چی کار میکنی؟ هیچ. بدون تو پای سفره هستی. بدون تو. بدون بابات. سال تحویل شد؟ نه هنوز 2 دقیقه مونده. این سومین سالیه که پیشتون نیستم. سومین سال. آره. نمیدونم تا کی طول میکشه ولی خب ببینمتون دیگه. امیدوارم. دلتنگی تو سال نو خیلی بیشتره. سال نو مبارک. سال نو تو مبارک مادر. در پناه خدا باشی. قربونت برم. میسپرم به خدا. باش، مواظب به خودت باش. سال نو همتون مبارک باشه. خداحافظ. خداحافظ.